ام، سلام، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من از همین اول بگم که من چی میگفتم به یه آدمی که حرف میزنه؟ در کل من خیلی خوب میتونم حرف بزنم، ولی خب جلوی دوربین خیلی استرس دارم. من تا الان یه چند تا ویدیو گذاشتم داخل چنلم، ولی همشون اولشون رو نیومدم سلام کنم، یعنی سلام اولی ویدیو خیلی واسم سخته و خب این اولی یا دومی ویدیو باشه که دارم میام سلام میکنم. خب دیگه پر حرفی نکنیم. خب من چنلم یه چنل روزمرگیه، درسته؟ من امروز میخواستم برنامه ریزی کنم به عنوان یه دانش آموز پایه 11 رشته ریاضی فیزیک که چند روز مونده تا روز کنکورم، که چجوری باید مثلا درس بخونم، روزی چند تا تست بزنم، اون مثلا یه دانش آموز پایه 11 بعد چه چیزایی رو بخونم و خلاصه از این حرفا. و خب چون این جورای ویدیو یه درسی میشد، من اول نمیخواستم این ویدیو رو بگیرم، گفتم خب شاید مربوط نشه به چنلم، ولی خب گفتم بگیرم دیگه. شما هم اگر دوست داشتید میتونید ویدیو منو ببینید و اینکه ببینیم بعد چه کار کنیم دیگه. بزن که بریم. خب من چند روز پیش داخل اینستا یه ویدیویی دیدم. یک آقایی بود که داشت، یه دانش آموز فکر کنم بود، که داشت درس میخوند. از روز مثلا هر روزش رو برنامه ریزی کرده بود، مثلا روز اول تا چالش مثلا رسیدن رتبه 1 کنکور. فکر کنم همه تو دیده باشین. بچه من عینک اصلا بهم نمیاد. آره الان خیلی بهتر شد. منم میخوام این چالش رو انجام بدم. حالا تو جایی که میتونم میخوام این چالش رو انجام بدم، ببینم آقای جواب میده. این چالش قطعا جواب میده، به خاطر اینکه تو هر روز داری درس میخونی. تو کنکورم خراب کنی ولی خب بازم نهاییات رو داری هندل میکنی، نهایی دیگه خوب میدی. وقتی بخونی نهایی هم خوب میدی. حالا نمیدونم، من تا حالا واقعیتش امتحان نهایی نداشتم. من پارسال که دهم بودم امتحان نهایی لغو شد. بعد من نهم بودم 3 تا امتحان نهایی داشتم، کشوری بود دیگه. بعد اونا به نظر من آسون بودن، چیز خاصی نبود. حالا نهایی ها رو نمیدونم، مثلا نهایی متوسط دوم واقعا خبر ندارم. به خاطر همین خیلی ممنون میشم مثلا به دلاری بدین بگین نهایی ها چجوریه، چی رو باید بخونم فلان و اینا. و اینا بگم من پارسال درس نکنم. پارسال معدلم خیلی اومد پایین، بخاطر که از رشته‌ام دوست نداشتم، نمیخواستم درس بخونم، اصلا میخواستم تغییر رشته بدم. بعد نمیدونم تابستون امسال چم شده بود، سرم به کجا خورده بود، یا گفتم نه من نمیدم، من باید آدم قوی باشم، باید همون رشته‌مو ادامه بدم و بس دیگه از این حرفا. یعنی اینکه اصلا نمیدونم چی شده بود، یه هر اگه غیراتم زده بود بالا که تو باید همین رشته ریاضی رو ادامه بدی. و اینکه آره دیگه، خلاصه همین. میدونم یکم پر حرفی کردم، نمیدونم هیچی. فقط اینو میخوام بدونم که توی چنلم بازم خیلی ویدیو گذاشتم که پر از این سوتیایی که الان دادم. پس الان من واقعیتش یه کاری واسم پیش اومده، باید برم بیرون. نیم ساعت دیگه باید برم بیرون. الان یعنی باید آماده شم برم بیرون، بعد که برگشتم ادامه ویدیو رو باید بگیرم و اون برنامه ریزی که انجام دادم ویدیوشو بگیرم و اینا ادیت بذارم فردا تو چنل. خب فیلمه که اولین کاری که کرد اومد از این دایره کوچیک کشید و روزها رو تا همون مثلا مقداری که مونده تا زمان امتحان رسم کرد و اعداد رو توش. خب سلامی دوباره. امروز فردای اون روزیه که آخرین ویدیو گرفتم، یعنی قرار بود مثلا دایره بکشم روزاشو بنویسم.
امروز در واقع میتونیم بگیم روز اول چالشمونه و ما هنوز درس نخوندیم هیچی، حتی لای کتاب باز نکردم. 2 روز تعطیل بودم، شنبه تعطیل بودم. شنبهش که امتحان فیزیک داشتم کنسل شد، یا شنبهش هم 3 تا پرسش اونم کنسل شد. دیگه دوشنبه امتحان حسابان دارم، ولی خب هنوز هیچی نخوندیم. البته امتحان تحقق ممکنه بگیره ممکن نگیره، ولی خلاصه ما باید بخونیم. خلاصه دیگه بگم واسهتون که من خطکشی ها انجام دادم، اون مثلا دایره ها رسم کردم، روزاشو نوشتم. تا آخرین روز 563 روز مونده که امروز اولین روزشه. بعد خب من الان مرحله بعدی اینه که من بعد این کاغذها رو بچسبونم به دیوار و هیچ دیوار بهتر از این دیوار پشت سرم پیدا نکردم. قشنگ خالیه، رو به رو، من خیلی راحت قشنگ، یعنی منظورم که جلو چشامه دیگه، راحت میبینمش که پاشو برو درس تو بخون. اینا هم چک کنید 2 تا کاغذ شد. این نگاه کن، این مثلا ما تا اینجاش مثلا سال جدید میشه، از اینجا به بعد مثلا میشه نه تا روز 105 ما برسیم به روز 105 عید میشه، یعنی 105 روز عید. خود تو سرم با این حرف زدنم دیگه. اینا میره برای سال 405. این مثلا تا فکر کنم 400 خورده بود، سال 406 میشه. یه 93 روزم مونده به 563 که مثلا روز کنکور رو من اومدم اول تیر ماه در نظر گرفتم. میدونم مثلا ممکنه وسطاش باشه، ولی خب تا اونجایی که خبر دارم ممکنه کنکور اردیبهشت کنسل میشه واسه سال 406 و ما فقط یه بار کنکور بدیم. حالا نمیدونم به نفعمون هست یا نه. این یکی هم انجام دادم. اینو ما تو ریاضی بهش نمیدونم مختصاتش رو رسم کنی، یعنی ایکس من میشه روز، وای من میشه تایم درس خوندن و میتونم هر روزش رو رسم کنم. بعد چیزی که اون آقا داشت میگفت کسی رو چالش انجام میده، روز اول 15 ساعت درس خون، بعد گفت که این اصلا کار اشتباهیه، اصلا انجام ندید، کم کم 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت هی بیا بالا. این واسه یه دانش آموز پایه 11 فکر کنم مثلا اگر خیلی دیگه بخوایم بخونیم روزی 6-7 ساعت، یا اون 12 که دیگه تا نصف شب بخواد بخونه. الانم بگم ساعت 10 دقیقه مونده به 8 شب و من هیچی نخوندم هنوز. تازه اول باید اینا رو بچسبونم. این دیواره هم میبینید، این جناب خان با عرض معذرت پرتش میکنیم اون ور. این داشتم تست شیمی رو میزدم. خب ما اینجا میچسبونیم، بعد یه سری نکات مهم، یه سری فرمولای مهم حسابان و فیزیک هم بعدا بعد دور اهداش بچسبونم که همیشه خدا جلو چشام باشه. خب منو برم بچسبونم تا بیام. به نظرتون خوب شده؟ خب نکات مهم یا فرمولا اون دور و بر بالا میذارم تا پایین. کلا این دیوار رو میخوام همش رو پر کنم. اینجا هم جا دارم، اینجا هم تختمه و تختم یکم کوچیکه ولی اشکال نداره، بزرگتر از این نمیتونم داشته باشم یا بذارم. خب الان که ما این کار رو کردیم، یا لازم مرحله بعدی اینه که تو این همه تلاش کردی، یعنی زحمت کشیدی، تلاش چی؟ زحمت کشیدی، عینک من بردارم. تو این همه زحمت کشیدی، اینا رو نوشتی، پس الان تلاش بکن، از اینا یه استفاده‌ای بکن. روز اول سخت میدونم، این حرفا دارم به خودم میزنم، الانم دارم خودم رو نگاه میکنم. روز اول سخت میدونم ولی خب تموم میشه دیگه، میارزه. یعنی راهی نیست که تو بری بعد پشیمون بشی، پشیمونی در کار نیست، همش به نفع خودته. باطن پس این راهو برو، حالا هر چقدر سخت هست و اینا خسته کننده است، ولی بازم برو، تو جایی که تونستی برو دیگه، کم نذار واسش.